سلام بچه‌ها، ممنون که عضو کانالمون شدید. بریم برای معرفی فیلم‌های امروزمون. فیلم شماره 5 جلاد، محصول سال 2024. لئون بعد مرگ همسرش ضربه روحی بسیار بدی میخوره. برای همین تصمیم میگیره که برای عوض کردن حال روحی خودش و تنها پسرش جسی با هم چند روزی رو دور از شهر خوش بگذرونن. اونا به یه جنگل دور افتاده میرن و تصمیم میگیرن همونجا چادر بزنن. شب که میشه، لئون و جسی بعد از حرف زدن با هم میرن بخوابن. صبح که بیدار میشن، لئون میره کنار چادر و به جسی میگه که من با ماشین میرم یه دور میزنم و برمیگردم. ولی وقتی میره سراغ ماشین میبینه که یه نفر ماشینشون رو دستکاری کرده و یه گردنبند براش گذاشته. برای همین برمیگرده که به جسی بگه، ولی میبینه که جسی هم تو چادر نیست و هرچی دنبالش میگرده پیداش نمیکنه. لئون به سمت جاده میره تا از یکی کمک بگیره. همون موقع یه ماشین میرسه و دو نفر از ماشین پیاده میشن. لئون شروع میکنه به گفتن ماجرای گم شدن پسرش که یکی از اونها به سمت لئون میاد تا اونو بگیره و با خودشون ببرن. ولی اتفاقای خیلی جالبی تو ادامه داستان میفته و بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم رو از دست ندید و حتما ببینید. فیلم شماره 4 نفوذ، محصول سال 2023. ایوان یکی از نیروهای ویژه روسیه است که یه روز ویدیویی از طرف داعش براشون فرستاده میشه و میفهمن که فرماندهشون گری توی یه عملیات در سوریه اسیر داعشیا شده و در ازای آزادی گری پول زیادی رو میخوان. ایوان هم چون با گری خیلی صمیمی بوده، تصمیم میگیره که خودش تنهایی پولی که خواسته بودن رو جمع کنه و بره گری رو نجات بده. ایوان نقشه میکشه و خودش جای یه خبرنگار میزنه و با سربازایی که با هلیکوپتر به مرز سوریه میرن باهاشون میره. وقتی که به سوریه میرسن، خودش توی آب میندازه تا بتونه به شهر بره. اون با پیرمردی آشنا میشه که اون پیرمرد ایوان رو پیش یه پسری میبره و بهش میگه که اسلحه و هرچی که ایوان لازم داره رو براش جور کنه. بعد از خریدن اسلحه و موتور، ایوان به سمت منطقه‌ای که گری اونجا اسیر شده بوده میره. توی راه یه درگیری با مجاهدین پیدا میکنه که مجبور میشه به طرف سربازای آمریکایی پناه ببره و به اونا هم دروغ بگه تا بتونه با کمکشون گری رو نجات بده. ایوان با داعشیا قرار میذاره و با سربازای آمریکایی به محل قرار میره. وقتی میرسن، ایوان پول بهشون میده تا گری رو آزاد کنن، ولی اتفاقای خفنی تو ادامه فیلم میفته و بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم زیبا رو از دست ندید و حتما ببینید. خب بچه‌ها، اگه تا اینجای ویدیو از کانالمون خوشتون اومده، ممنون میشیم که کانالمون رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم فراموش نکنید. فیلم شماره 3 جنگ برای سیاره میمون‌ها، محصول سال 2017. سزار یه ارتش بزرگ از میمونا رو راه میندازه و با ارتش آدمو که به جنگل حمله کردن درگیر میشن، ولی چون تعداد میمونا بیشتر بوده موفق میشن ارتش آدمو رو مجبور به عقب نشینی کنن. توی این درگیری چند تا از سربازای آدمو اسیر میمونا میشن، ولی سزار اونا رو نمیکشه و بهشون میگه که یه پیغام از طرف من برای سرهنگتون ببرین و بهشون بگین که من این جنگ رو شروع نکردم و یه میمون دیگه به اسم کوبا شروع کرده بوده که خودم کشتمش. من فقط برای حمایت از میمونا در برابر شما میجنگم، ولی اگه میخواین که این جنگ مرگبار تموم بشه، جنگل رو بدین به ما و دیگه کاری به ما نداشته باشین. سزار سربازا رو میفرسته تا پیغامش رو برسونن، ولی متاسفانه اون سرهنگ بیره توجهی به پیغام سزار نمیکنه و به وسیله جاسوسایی که بین ارتش سزار گذاشته جای اونا رو پیدا میکنه و بهشون حمله میکنه و متاسفانه دو تا از خانواده سزار رو میکشن. سزار با دیدن مرگ خانواده‌اش تصمیم میگیره که انتقامشون رو بگیره که اتفاقای خفنی براشون میفته و بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم زیبا رو از دست ندید و حتما ببینید. فیلم شماره 2 طلوع سیاره میمون‌ها، محصول سال 2014. سزار یه میمون بسیار باهوشه که رهبر یه گروه بزرگ از میمون هاست. جمعیت این میمون ها بر اثر یه داروی ژنتیکی جهش یافته خیلی زیاد شده. اونا توی منطقه زندگی میکنن که بسیاری از مردم اونجا بر اثر یه ویروس خطرناک کشته شدن و با قطع شدن نیروگاه برقشون زندگی براشون مشکل ساز شده. برای همین یه گروهی از انسان ها تصمیم میگیرن که به منطقه‌ای که میمون ها هستن برن و باهاشون حرف بزنن تا اونا اجازه بدن از نیروگاه برقشون استفاده کنن. ولی تو راه رفت یکی از اون آدما با تفنگ به یه میمون شلیک میکنه که همین باعث میشه تا درگیری و دشمنی بین اونا شروع بشه. سزار تصمیم میگیره که پیش آدما بره و برای آخرین بار بهشون تذکر بده که دیگه تو منطقهشون پیداشون نشه. ولی یکی از این آدما جرأت پیدا میکنه و پیش میمونا میره تا ببینه میتونه رازشون کنه تا به نیروگاه برن. سزار با شنیدن حرفای اون مرد قبول میکنه و یه شرطی براشون میذاره که متاسفانه یکی از نیروهای اون مرد به این شرط عمل نمیکنه و جنگ بین اونا شروع میشه که اتفاقای خیلی خفنی تو ادامه فیلم میفته و بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم رو از دست ندید و حتما ببینید. دوستای گلم، قبل از اینکه بریم سراغ خفن ترین فیلممون، برای دیدن این فیلم ها میتونید عضو کانال تلگراممون که آیدیش پایین صفحه براتون گذاشتیم بشید و فیلم ها رو از اونجا دانلود کنید.
فیلم شماره 1 47 رونین، محصول سال 2013. شای پسریه که تو نوجوانیش یکی از حاکمای ایالت ژاپن اونو از توی جنگل پیدا میکنه و شای رو میبره پیش خودش و دخترش نیکا. اون دو تا هرچی بزرگتر میشن علاقهشون نسبت به هم بیشتر میشه، ولی بعد چند سال شای به خاطر مردم اونجا که شای رو از خودشون نمیدونستن و همش اذیتش میکردن به یه کلبه توی جنگل میره و اونجا تنهایی زندگی میکنه. شای که یه مرد قوی و شجاع شده بوده همیشه به ارباب اوساکا و مردم اونجا کمک میکرده، چون میخواسته کارهایی که ارباب براش انجام داده رو جبران کنه. یه روز شای با دیدن یه روباه سفید و عجیب متوجه میشه که یه توطئه‌ای بر علیه ارباب اوساکا داره اتفاق میفته. این توطئه توسط یه زن جادوگر و یکی از حاکمای دیگه که میخواستن جای ارباب اوساکا رو بگیرن شده بوده. شای هم پیش فرمانده اویشی میره که بهش بگه که جون ارباب اوساکا در خطره، ولی متاسفانه فرمانده اویشی باور نمیکنه. تا اینکه روزی میرسه که یه مسابقه بین رزمکارای دو تا حاکما برگزار میشه که متاسفانه اتفاقای وحشتناکی بر علیه ارباب اوساکا میفته و بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم هیجان انگیز رو از دست ندید و حتما ببینید. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel that life